سلام علیکم. جانتان جان جور صد خبر بخیر است خیراتی جان. بعد جور صد شما خوب خیر بخیر خوب هستیم جانتان. چی شده؟ رکشا را چی شده؟ رکشا بدر یک ذره خراب شده اینجا فهمیدیم. خب امپیتریش جور داری که آهنگ بشنوی یعنی خوب است که نام چی است؟ سالم. سالم؟ چند سال عمر داری؟ 30 سال. سالم 30 سال. خب ما از یک مسجد آمدیم میخوایم همین ذوق مردم در مقابل موسیقی نشان بدیم که چقدر مردم موسیقی غربی را خوش داره، چقدر محلی را، چقدر دنبوره را. خودت کدام نوع موسیقی را میشنوی؟ از ما زیادتر باشه دنبوره باشه. دنبوره. مثلا داروسی که میری کدام آهنگ خودت زیاد فرمایش میتی یا کدام سازه؟ مقصد که چیزی که دیگه مردم مانده باشه رو یواش یواش زیاد. نه خنال مستم مثلا ما جیمی را خوش دارم در حساب هندی نه در حساب افغانی اوشاری را میگم استاد برای ما یک اوشاری همینجا بگی که ما یک چم خم کنم خدا نه. اینال تو هر کس یک فرمایش داره بیادر؟ اینال تو چی فرمایش داری در میدان که مدرایی؟ در میدان که مدرایی یکم خواندنای جمشید پروانی محلی دیگه محلی. باز بین محلی دول خوشت میاد یا رباب؟ خیر از خودت با جدا میگیریم بیادر. هر کس ذوقشو بیادر. میشه می آدم بگه که ما بیادر اتن خوش دارم باز تو اتن نتانی میشه؟ هر کس ذوقش. خب چی نوشته کنم؟ هر چی دلت است. نه دول خوش داری یا ربابا؟ نه دول خوش دارم. دول دو سره را خوش داری یا یک سره را؟ گویی خوب در بره آمرم گفته که صحیح تحقیق که از نفر با جایزه هم داره کسی که مثلا زیاد موسیقی محلی بشنوه او را 3 سفر خارجی ما روان میکنیم. تاجیکستان، دبی، ترکیه. یک ذره شاید که دخترها خوش باشه نه. خب دول خوش داری نه؟ تقریبا بله ما یک سروی را برای انداختیم. در آهنگای غربی چی را خوش داری؟ مایکل جکسن کدام وقت شنیدی؟ کدام آهنگش؟ ایرانی خوش داری؟ ایرانی ایران 5 سال خب کدام آهنگ زیاد خوشت میاد؟ خواندنای یگان خواندنای چیز باشه. لیلا فرور. اومیرا. خب تو این دوره شعر میگی نه و بگو نه خوش منم اصلا. خب کدام آهنگش مثلا شعرش چی است؟ از اومیرا گفتی؟ چی است یک شعرش تو؟ والا شعرش که فکر بجای است. از اندیر خوش نداری؟ نه او چیزا رو من گوش نمیدم. او زیاد تیز از مست است نه ما و شما بیادر و قطاب توان و چم خم کردن نداریم. افغانستان میبینی که کلش در تشویش و چور یعنی مردم ها خراب بر تو آهنگای آرام خوب است آرام که فکرت آرام شد. حالا ما میگم تو آهنگ آرام بشنوی یک وقت در چرت بودی بیادر بود کدر رکشا تو در کدام چقوری خود انداختی یا استاد؟ خود چی شده حالی این پیت شده؟ امپیتری خراب شده این ریکارد نداره. خب این شاید مثلا بهترین جایزه را بگیره که ما بالفعل ای را گیر کردیم که این حالت جور کردن بیادر تایپ خود است نه؟ که بدون موسیقی آدم صحیح؟ در جایی که مثلا محفل باشه خدا میرسانی؟ نه یا بچه ها کشت میکنه؟ آره بچه ها کشت میکنه. خب در میدان باز خودت تبدل خود میخیزی رقص میکنی یا شاخیل میخیزانت میگه بخی بچه خاله یک رقص بکنم اینجا اگر دا آهنگای اومیرای آرام هستی چطور رقص ازی میایه؟ چرا انداختی؟ گفتی 5 سال در ایران بودم؟ در کدام شهر بودی؟ تهران. والا در مرکز شهر بودی. خیلی دیگه دم سیا نرمه شاید خوب رقص بتونی دیگه. ها دیگه خدا مرکز شهر تقریبا سیا نرمه سیا خوب ادامه از این سیا نرمه است. در پالوش هست. ها در پالوش هست. او کرچ بالاست ای از پایین شروع میکنه. خب دیگه داخلی کدام هنرمند خوش داریم؟ یکی جمشید بود
ده آهنگای مست داود سرخوش خوش نداری؟ اسمان صاحب هیچ خوش ندارم. خواهیم پرونی کسایی که میهنی میخواند چطور؟ فقط گفتم دنبوره آه یکم به خواندن جمشید پرونی خلاص. دنبوره کی باشه مثلا فیروز قندوزی باشه میر مفتون باشه کی باشه دنبوره وطنی کی باشه. صفدر توکلی سعید آفرین. نه بچهش من خود ذوق میفهم منال کم خودشور ما میفهم که تو چی رقم رقص میکنی فهمیدی؟ رخش افشاری نه کار دلاله خلاص شد. موضوع شد ذوق دول بود به دنبوره طاقتت نمیاد صحیح است؟ در خانم در جای خو میری گوشکی بوره را خوت میبره اما تو نوشته کنم برای عمرم صحیح است؟ میگم این آدم بدون دنبوره خوش نمیبره دنبره وطنکی نمبر پلیت آه آه والا اینی گپ هم هست نمبر پلیتش هست؟ به پلیت میگردانم موترسکیل دوزی است خب برو بخیر باشی خانه آباد بیادر سلامت باشی اون موتر یک دست بالا کن دست بالا کمره بود امروز شوخی داشتیم خب خدا حافظتم میگه که اگه گپای چیز میزدیم. نه خب ما گفتم ده دیگه خود تو چوب موندی نه خدا حافظتم بخیر باشی اینجا رحمان برو شاباش برو قربانت چند چند سال میشه اینجا هستی زیاد نشه. یا کنیم میشه. چند سال عمرت است عمر 30 باشه. 30 ما از یک مسا آمدیم میخواهیم که مردم یک سروی کنیم که کدام آهنگا را شنیدن آهنگای محلی شنیدن غربی شنیدن داخلی ازبکی دنبوره چی خودت با کدام نوع آهنگ علاقمند هستی؟ ما دا آهنگ روزگار. آهنگ روزگار او کدام آهنگ است؟ آهنگی کار غریبی اینی تلفن است این آهنگ راست کنه که بگم ایج آهنگ ماهنگم علاقه من نه در دکانت برو شاباز در دکان خو چی دارین؟ رادیو چیز داری؟ در دکان؟ نه دکانم ما چور روزگار است راست کنه بگم شبکی در اتاق هستی یا خانه؟ خانه هستم. خانه کجاست؟ خانه اینجا است. کدام نوع آهنگ مثلا در محفلا که میری در عروسی کدام نوع آهنگ فرمایش میتی که بیادر برای ما بنواز که من رقص کنم بره شاباز بره قربان بره لالا جان بره آهنگ روزگاره ها آهنگ روزگاره والا تو شعر خمت آبالت نشنیدیم نه در کدام ساز در کدام ساز مثلا رقص خودت میای ایره برای ما بگو رقص اینال ماشین چون ترش که چی خب تو در ساز ماشین میرقصی دیگه صحیح است یا نه که در ماشین تو حرکات رقص انجام میدی نه ورسی را جور میکنی دروازه را مثلا جور می در محفلای دوستا خو میری طبعا یا نه یگان وقت ها که چرا نمیریم کدام وقت فرمایش دادی هنرمنده که نی آهنگ برای ما مثلا بنواز خوشم میاد نه والا اتن خو کدی اتن هیچ بیخی بدم میاد اتن در اتن هیچ یعنی افغانستان مردمش نمیرسه از گیرای روزگار خلاص نمیشه اتن چی خب هر روز گفته یگان تا ما و شما اتن داریم اتن داریم و ماتم ملی داریم برادری تو داریم و تو داریم ای خیر ببینی یک روز ما و شما که برای خوشی میریم اورام برای ما آرام نمیمانن نه دمی روزا در هتل دیدی که اتن ملی انداخت چی خزانه و مردا را زد از بین بردن خدایا را تباه و برباد کنه خدا رحم کنه به خدا سخت است مذاقش مذاق ای خیر ببینی واقعیتش در جان از اون نفری که امو سیاستش پاید شد یا بچهش پاید شد یا مردش پاید شد اولاد شد بیچاره شد این از منطقه ما یک خانه 6 نفر والا رفت براسای این گپ مذاقش بر ترتیب گپ قانونی اگر بگویی خو نال در افغانستان هر کس یک وظیفه داره تو مثلا نجاری نکنی ورسیا بیادر نباشه شب زمستان برف در بین خانه میانه اینال مرام رئیس روان کرده نفر موظف آمرم گفته برو بیادر سروی که مردم ذوقشان چی است ذوق از من پیسه باشه یک دو تا زن دیگه هم میکن راست را بگی اگر پیسه داری این ذوق ماست که یک دو تا زن دیگه هم برای خود میکن مگر کتی ما کمک میتونی ذوق ما این نیست در تلویزیون جایزه خو میتیم برای هر چیز میکنی فقط پیسه اگر بیته که ما دو زن دیگه هم میکنم باز یک زن داری یک زن دارم یک دو تا دیگه مگر بچیم گانم میمونی بچیم
زن که دیگه کنیم برای خود میمونی؟ نه بگو برای ما زن بگی. نه یا نمیگی. خب نوبت از یاد دور است. خب یعنی نو موسیقی را خود دوست نداری با جز پیسه. پیسه باشه که یک زن دیگه هم کنیم باز دوست دارم. باز دارسید خب موسیقی استفاده میکنی. چرا نمیکنیم؟ باز دور دمبره شایواز کوک میکنیم. کیرا؟ دمبره شایواز. شایواز؟ فیروز قندوزی چطور؟ نه شایواز. یا میر مفتون؟ همزا باشه. دارسید مثلا باز فرمایش خو میتی هنرمنده که این حال پیسه هم از آرسی هم زنم گرفتی نه؟ زن واسی که باشه مجبور که فرمایش واسی. باز در شامت خو رقص میکنی دیگه. خام شاید رقص میکنی مگه میتونستی میکنی صحیح؟ بچه شما هم رقص میکنی؟ یا کته آروز که آقا داماد که میخوانه نه آقا داماد جوانی که میگن. چای اگه میخوری که با عزت باشی سلامت باشی. خانه آباد همونجا یک دست بالا کن. بای بای. زنده باشی. خدا حافظت.